خوش ندارم که ریش بانم، چه باید بکنم؟ خب نظر اسلام در مورد ریش ای است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای مردهای امت خود امر کرده که در قسمت ریش امر کرده که شما ریشایتان بگذارین و بروتایتان کم کنین. پس وقتی که شما ریشتان کل میکنین یک امر از اوامر رسول الله صلی الله علیه و سلم شکستانده، امر الله را شکستانده، چون الله بر ما میگه و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، شما اطاعت از کی بکنین؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین. الله امر کرده که باید از او اطاعت کنیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما امر کرده که باید ریشایتان بگذارین. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد، امر رسول الله صلی الله علیه و سلم دلالت به وجوب میکنه تا وقتی که کدام قرینه مانعه نباشه. اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که شما ریشتان بگذارین، پس واجب است بالای شما که شما ریشتان بانید. شما ترک یک واجب کردین.